در این درس مثال‌ها از پایدارپایی‌های عددی یعنی پروگرسیا می‌بینیم. سوری گذاشته پروگرسیا می‌کنم. مثال پایدارپایی عددی پروگرسیا. بیاین فرمول هستن برای دو نمودی پروگرسیا هست، گیومتری آریتمتیکی. فرمول با فرم داده میشه. اگر داشته باشه ایجاد کنیم. من در اینجا برای فهم موندم. از مثال اول سر کنیم. چی میگوید؟ سومه 5 اعضای اولین پروگرسی گیومتری رو یابیم. 5 گفتگی پروگرسی چی است؟ عددها کم میشن یا زیاد میشن با ضرب یگان عدد. مثلا نگاه میکنیم در اینجا عددها چی شدن؟ کم شدن که با ضرب ایواشلی شدن. با ضرب چند؟ مینوس 2. از مینوس 6 تا 12 با ضرب مینوس 2 یعنی r در اینجا در بعضی کتاب‌ها q نشون میدن این برابر مینوس 2 است. یعنی بین اعضای پروگرسی گیومتری با مینوس 2 زیاد شده یا کم شده شدن، چون که مینوس 12 کم میشه زیاد میشه. بیاین اعضای دیگر رو یابیم. اعضای چهارم رو با مینوس 2 ضرب مینوس 24 میشود، باز با مینوس 2 ضرب 48 میشود. جمعش رو میپرسن. 5 همین عدد رو جمع کنیم جواب رو یافته میتونیم با آسانی. هر دو این چند میشه؟ 24 میشه، 36 30 33. جواب 33 میشه. در فکرم اگر جمع کنیم میبینیم که میتونیم فرمول استفاده بریم. از روی فرمول چی میگن؟ با شما یکم اعضا در کار است. یکم اعضا چی؟ 3 ضرب 1 مینوس 2 در درجه چند اعضا است؟ 5 اعضا رو میگن. درجه 5 تقسیم 1 مینوس. من این فرمول استفاده برده شدم که هر دوش هم یک چیز فرق ندارد. 1 مینوس 2. اگر این رو کار کنیم چی میشود؟ 3 در قوس 1 این مینوس 32 میشه، 33 میشه. مینوس 2 جمع 32 کنیم. جمع 32 یک رو ننویسیم. 3 میشه. با از اینجا ما 3 و 3 اختصار میشه و جواب ما 33 میمونه. یعنی میتونیم برای 5 یا 6 اعضا یک رو نوشته سومش رو یافته میتونیم. یعنی خواهیم فرمول استفاده برده میتونیم. دوام کنیم. سومی 26 اعضای اولین پروگرسی آریتمتیک رو یابیم. این فرمول برای پروگرسی آریتمتیکی هم سومشون و این چند اعضاشون رو باید یافتن. 26 اعضا میگن فرقشون چی است؟ در آریتمتیک زیاد میشن یا کم میشن با جمع یا طرح یگان عدد. در اینجا با د فرقشون نشون میدم. فرق در اینجا چی است؟ نگاه کنیم بین اعضا 2 است. فرق 2 است. یکم اعضا این با 1 است. یکی ما نمیدونم 26 اعضا با چی برابر است؟ اون رو یافته میتونیم. 26 اعضا از روی این فرمول 1 جمع 26 مینوس 1 ضرب 2 و این با چی برابر میشه؟ 51. یعنی 26 اعضا و 51 برابر است آخرین اعضا. و سوم این عددها رو یابیم. چه کار کرده میتونیم؟ از روی فرمول دو فرمول است. فرق آنها باید دانیم. در دوم فرمول نگاه کنیم. یکم اعضا با آخرین اعضا باید دانیم. چند تا عدد است هم رو باید دانیم. کار کرده میتونیم. بیاین این رو استفاده بریم. سومه 26 اعضای اول برابر 26 تقسیم 2 1 جمع 51. این برابر می شود 52 26 ضرب 52 شود چند می شود؟ 26 ضرب 26 یعنی 26 کوادرات در اصل می خواهد. و این چی برابر می شود؟ 26 کوادرات رو حساب کنیم. 6 3 در خاطر 12 15 2 1 در خاطر 4 5 جمع کنیم. 6 7 6 تا 76 می شود. مثال نوبتی سومه 40 اعضای اولین پایدارپایی با واسطه فرمول اعضاها همین پروگرسی با این فرمول شده است. اگر شما دشواری کشید آیا این پروگرسی آریتمتیک است یا گیومتری است بیاین اعضاها رو نویسیم. یکم اعضا چی میشود؟ A1 میشود، بعد A2 میرود، A3 میرود. A1 رو یابیم. A1 با چی برابر میشود؟ جای n 1 میمونه. این 3 میشود. A2 با چی برابر میشود؟ 5 میشود. A3 جای n 3 مونه این میشه 7 میشود. و اینو دوام کرده شرط نیست. از این میتونیم که این پروگرسی آریتمتیک است. فرقشون 2 است. 2 تا زیاد شده رفته شده و سومه 40 اعضا 40 اعضا رو خواهیم برای ما سومش رو یافتن میخوایم. از روی این فرمول 40 اعضا با چی برابر است؟ 40 میمونه
81 میشود. و از روی فرمول گرمه سوم 40 از روی اول میشه 40 تقسیم 2 در قوس 1.3 از جمع 81 و این چی از 20 ضرب 84 و این می شود 168680 و برابر می شود. اعضای پنجم پایداری یابید که در آن 1.6 بعد اعضای نوبتی به چه وابسته است؟ به n وابسته و اعضای پیشینه. بیایید نویسیم به 1 برابر چی؟ بعد به 2 جای n 2 میمونه. بعد این فرمول باید حساب بریم. برای اینو 2 کردن جای n چی مونده؟ 1 مونده. این می شود 1 ضربی به 1 اعضای اول این می شود 1 ضربی 6 و 6 برابر می شود. به 3 با چی برابر می شود؟ ما اینجا 3 کردم میخوام جای n باید 2 مونه. این می شود 2 ضربی به 2 به 2 ما یافتیم 6 با 12 می شود. به 4 با چی برابر می شود؟ 3 ضربی به 3 3 ضرب به 3 36 می شود. 3 ضرب 2 32 و 5 این می شود 4 ضربی به 4 نیا کنین از روی همین قاعده رفته شده است. یعنی 4 ضربی 36 این 120 144 می شود. جواب ما 144.